منتخب نورسانی تو 17 ساله تاجیکستان در چمپیونات جهان 2019 نخستین بازی گروهی خود را برگزار کرد. نورسانی کشور توانستند که قهرمان کنونی قاره افریقا را مغلوب سازند. در بازی اولی گروهی ای تیم ملی نورسانی تو 17 ساله تاجیکستان با همتایان کامرونی خود نیرو سنجیدند. نبرد تیم‌ها بسا جالب و تماشاباب صورت گرفته با حساب 1-0 به سود فوتبالبازان تاجیک خاتمه یافت. یگانه گل این بازی را از ضربه جریمه‌ای 11 متره در دقیقه 51 شریفبک رحمتов به ثمر رسانیده منتخب میهن را به پیش برآورد. یادآور می‌شویم که فوتبالبازان تاجیک با گذشت چند دقیقه باز به زدن گل دست یافتند، اما داور مرکزی بازی بعد تماشای ویدیو داور آن را به قید نگرفت. در ادامه بازی بازیگر منتخب کشور شهرت المرادوف با برگه سرخ مجازات شده بازی به در گشت. به این نگاه نکرده نورسان کشور 10 نفره توانستند برتری خود را تا آخر بازی نگاه دارند. همین طور فوتبالبازان تاجیک در بازی نخستین خود قهرمان لیگ ملت‌های افریقا را مغلوب ساختند. بازی دیگر گروهی بین تیم‌های ارژانتین و اسپانیا با حساب مساوی 0-0 خاتمه یافت. در عین زمان تاجیکستان با کسب 3 امتیاز پیشرفت گروه ای به حساب می رود. در بازی دوم گروه ای فوتبالبازان تاجیک روز 1 نوامبر با تیم ملی اسپانیا نیرو می سنجند.